تنها بازیگر ایرانی که مادرش تو سختیا ولش کرد ولی الان ماشین 13 میلیاردی سوار میشه، بهتاش فریبا به خاطر بازی بهرام افشاری بود که اینقدر به دل نشست. جالبه بدونید که این بازیگر زندگی دردناکی داشته که هر روز یه قسمتی ازش پخش میشده. وقتی که فقط 2 سالش بود، مادرش ولش میکنه و یک بچه‌ای میمونه با پدر بیمارش. با اینکه سنش کم بود، خیلی بیشتر از همسن و سالش میفهمید، چون اصلا بچگی نکرد. هر روز پشت درهای ایسیوم منتظر یه خبری از پدر بیمارش بود. و اما وقتی پدرش فوت میکنه تو سن جوانی، به تهران میاد و حتی 20,000 پول کرایه ماشینو نداشت، برای همین میره خون اهدا میکنه تا در ازای چند کیسه خونه اهدایی 40,000 تومان بذارن کف دستش. وقتی که پاش رسید به عرصه سینما، گفت اومدم که تا آخر عمر میمونم و همینم شد. و با حضورش توی 3 فصل آخر پایتخت، فیلم رحمان 1400 و فسیل ثابت کرد که بچه با استعدادیه. انگار خدا این بشر رو آفرید که بگه آدمای بیکس و فقیرم میتونن موفق بشن. اگه شما هم مثل من عاشقشید، لایک و کامنت فراموش نشه و برای دانستنی بیشتر منو فالو کن.